crois que notre admiration pour les... je cite des noms, les Chaplin, les Griffith, les Stroheim, les Fred Niblo, les Clarence Brown... provocatrice. On vous met en prison. Brom's burning. He ceased the check. E allora succede questo, du parfait générique. یا اینکه از طریق هلال احمد اگر باشن که این امکان رو براشون داشته باشه که این بچه‌ها رو بتونن پذیرا باشن از این خواهش می‌کنیم که به همین جمعیت مرکز مراجعه کنن یا اینکه تماس تلفنی با ما داشته باشن. در مورد کمک‌های البته خیلی زیاد بوده تا به حال، واقعا از همه مردم کمال تشکر داریم، ولی کن باز به هر حال نیاز هستش که کمک بشه، چون واقعا عمق فاجعه همونطور که همه مطلع هستن خیلی زیاد بوده. راه باز نباشه که ماشین عبور نمی‌کنه. دست شما نبوده که میخواستم برم رودبار با منجیب رفتم، راه بسته بود، برگشتم. شما میتونید تشکیل گرفتن؟ حالا برسم آقا این راه بازه؟ اگه باز نباشه ماشین عبور نمی‌کنه. آقا دیروز رفتم تا رودبار، راه بسته بود، برگشتم. آقا راه بازه؟ حالا شما خوبه؟ ممنون، بخون خواهش میکنم. بستی؟ اتفاق جالبی افتاد. این همونی بود که قبلا تو اون فیلم بود. فهمیدی چی شد؟ همون آدم بود. داره خودش بود. خیلی اتفاق عجیبه، برای اینکه باور نمی‌کنی. من می‌خواستم بگم آقا راه بازه، اون بعد میگم اگه راه باز نباشه ماشین عبور نمی‌کنه. خیلی جالب. فیلمتون خوش شانسه. سال گذشته رفتم یه فستیوال اصفهان، یادم اونجا و بچه‌های کتابخونه جمع شده بودن و از ما دعوت کرده بودن. من بودم و یک نویسنده کتاب کودکان، نقاش کتاب کودکان، یک گرافیست مشهور. خب همه یک شهرتی به نسبه داشتن. وقتی ما رو دعوت کردن بچه‌ها نشسته بودن با رنگای پریده و داشتن به ما نگاه می‌کردن و گوش می‌دادن که ببینم چی شده که ما آدمای موفقی شدیم در کار هنر و آدمای مهمی شدیم. یادم به همکارامون همه صحبت کردن که خب چقدر زحمت کشیدن از بچگی، چقدر پیگیر بودن برای کاری که می‌خواستن، از قبل می‌دونستن که به چه چیز علاقه دارن و وقتی اونا صحبت می‌کردن من هم به خودم رجوع می‌کردم، هم میگم به این چهره بچه‌ها نگاه می‌کردم که چجوری همینطوری با دهان باز دارن به ما نگاه می‌کنن به عنوان آدمای موفق و می‌خواستن یه الگو بگیرن اینا ما چیکار کردیم که اینقدر موفق شدیم. اما واقعیت این بود وقتی به من رسید بدون هیچ فکر قبلی گفتم بچه‌ها یه چیزی می‌خوام بهتون بگم، من بدون اینکه قصد نفی کردن حرف همکاران و دوستان داشته باشم در مورد دود چراغ خوردن و زحمت کشیدن و کار کردن، اما بذارین یه چیزی هم به عنوان استثناء بهتون بگم، من هیچ زحمتی برای این کارم نکشیدم و هیچ تلاشی نکردم و هیچ برنامه‌ای از پیش تدوین شده برای اینکه فیلمساز بشم نداشتم. یه کمی هم بهتره که به حساب شانس و تقدیر سخت کوشی زیاد نکنیم و فکر نکنیم که حتما اون چیزی که باید ما می‌خوایم بشیم. شاید اتفاق این است که اون طرحی که در ذهنمون داریم عملی نشه و به این خط دیگه کشیده بشیم که بعد از سالها بفهمیم که اصلا بد نیست و این انتخاب. من نمیدونم چجوری آدم در بچگیش میتونه انتخاب کنه که کی میخواد بشه، در حالی که من هنوز در حدود 53 سالگی هنوز واقعا نمیدونم که شغلم چی هست و همیشه به قول یک دوستی میگم ما همیشه در یک شغل موقت داریم زندگی. حالا تپه رو نگاه کنید ببینید چیز آشنایی توش میبینید. این همون جاده است. این خودتون کشیدین؟ جاده رو بله. به جایی هم میره؟
جاده ظاهرا به جایی نمیره، هم به جایی نمیره هم به جایی میره، برای اینکه جاده است که نه انتها نداره و در اینا از این جاده است که به خیلی جا رفته. لااقل برای من یکی اینجوری بود. فکر کنم خیلی از جاها هست خیلی کسا اتوبان هم کشیدن انقدر جایی که این رفته نرفته. یک کسی توی مجله فیلم یه نقد نوشته که حالا دیگه بعد از فیلم این جاده معجزه میده به کسایی که مرادی دارن. حالا باور میکنیم که پشت این جاده یه چیز دیگه ای هست و نمیدونم این حرف چقدر درسته یا نیست، ولی برای من که معجزه‌شو کرده. خب الان ما میایم اینجا خونه یکی از بازیگرای فیلمی که ببینم شما میشناسینش اگر باشه. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ بفرمایید. حال شما خوبه؟ چیکار میکنید؟ ماره گره آن پرتی. ماری الان کین برق ندارم. ده بدبخت ماره نه پرسان نه پرسان. من مادر جونو نیستم. چرا مادر جون من داره میاد اونها؟ بچه اون که مادر جون. مادر جون من اونها داره میاد. خب تو هم مادر جون منی ها، ولی اونم مادر جون منه. الان کنتی که برق بیارن در ماله. دارم برق براتون میکشن. خوش به حالت. بیشتر چیز نیست مرا بیار. شیرینیشو بعد اون بدی. چی؟ بیشتر بوده اما دانت برق نداشتیم نه. آها حالا برق داریم. خیلی خب پس برقتون کشیدن ما میایم یه چای پیشتون میخوریم. الان چای حاضره. الان با جان داداش حاضره. الان بریم چای بخوریم. با جان داداش چای میخوری شما الان؟ چای حتی حاضره با جان داداش. چای حاضر. خیلی خوب. شیرینی مال برقه. شیرینی برقه. بعد میای چای. خانم ببخشید. این گلدونایی که دست بعضی از شماست که میارید مال چیه؟ بله گل اینا شهرداری است که هدیه داده به مدرسه، بعد بچه‌ها برمی‌دارن میبرن خونه‌هاشون، بعد از عید میارن آبیاریش میکنن میارن مدرسه. پس من فکر کنم اینا کار دستی خودتون پرورش دادید نه؟ نه مثل که شهرداری آورده داده به مدرسه. بیاین خانم ببینم گلدونتون رو. بیا چرا ببینم خانم. بیا چرا ببینم گلدونتون. بیارش بالا سلام، بیارش بالا. اینو از گفتین از کجا آوردین؟ از مدرسه. از مدرسه تو؟ بله. اینجا روتر؟ شهرداری داده بهتون؟ بله. برای چی پس شو میدین پس؟ خواستیم بریم خونمون عید نگهداری. خب میدونم شهرداری اگه بهتون میده پس چرا شما دوره میدین به شهرداری؟ ها؟ به شهرداری. خب من فکر کنم که هدیه گرفتین. نه میخواستیم بریم خونمون آب بدیم بعد از عید بیان مدرسه. خیلی خوب عیدتون مبارک. عید شما مبارک. خدا. این ده پشته که خراب شده همینه؟ محل اینه؟ بله. ببینم کسی باز اینجا زندگی میکنه؟ اینجا دیگه نه دیگه، بعد از زلزله همه رفتن پایین دیگه. 1800 نفر زندگی میکردن قبلا که ترک کردن بعد سال زلزله 91. اینجا خونه ایست که عروس و داماد توش زندگی میکردن. در واقع اینجا رو ترک کردم برای اینکه بشه شرک سینمایی. هر کار بخوام توش میکنم، دیوار رو میذارم، برمیدارم، سقف رو خراب میکنم. کلا اون که چون اون بخشی که مستنده و چون بخشی که داستانیه به نظر من مجموعهش یک دروغ گنده است که ما تماشاچی میگیم و من فکر کنم هنر ما در اینه که این دروغ رو یک جوری بگیم که تماشاچی باور بکنه. والا اینکه چه بخشیش مستند بوده و چه بخشیش رو ما بازسازی کردیم به نظر من این شیوه کار ماست و اساسا به تماشاچی ارتباط پیدا نمیکنه. و چیزی که مهمه به نظر من تماشاچی باید بدونه که ما یک مجموعه دروغ‌هایی رو در کنار هم دیگه میچینیم باز برای رسیدن به یک حقیقت بزرگتر. اینا دروغه ولی واقعیت نیست، ولی حقیقت داره یه جوری. اینه که مهمه به نظرم. برای اون که ما یه آدمی از یه جای دیگه میاریم، یکی دیگه از جای دیگه میاریم و بعد یک خونه رو اجاره میکنیم و میگیم اینا خونه تو ان و این پدر و مادر تو ان. مجموعه عواملی کنار هم میذاریم تماما دروغن. هیچ کدوم واقعیت نداره. اما مجموعاً ما به یه حقیقتی میرسیم که حقیقت خانواده است. خب
عباس جون اینطور به نظر میاد که تو فیلمات موضوع دوستی و رفاقت خیلی مطرحه. اینو میتونی برای ما یکم معنی کنی، صحبتشو بکنی؟ ببینید این فقط توی فیلم‌های من نیست که مطرحه. من فکر می‌کنم که به شهادت بقیه فیلم‌ها این موضوعی است که به نظرم از دل جامعه بلند میشه. چیزی نیستش که ما تخیل بکنیم راجع به عشق و محبت. شاهد بزرگتر به نظر من ادبیات ایرونه و دیوان اشعار شاعران که اونها هم چیزی جز این نگفتن. به قول حافظ میگه دوران خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. اونا اونقدر در زمینه عشق و محبت پیش رفتن که تصور میکنن اصلا چیزی جز این قابل بیان کردن نیست و قابل گفتن نیست. این است که تم فیلم‌های منم به هر حال از دل همین جامعه است و از خود مردم میگیرم و به همین دلیل به دل خیلی ها میشینه، حتی کسایی که راجع به مهر انقدر هم حساسیت ندارن. و همین دلیل این ثابت میکنه که خود اونها هم درگیر عاطفه سنگین هستن. شما کمتر دوستی دارین که وقتی بهش نزدیک میشین چیزی جز در خلوتش راجع به عشق به شما بگه، حالا عشقایی که یا موفقه یا شکست بوده است. اصلا این مکالمه همیشگی همه آدم هاست به نظر من و این خودش اهمیت قضیه رو روشن میکنه. دوست داری بگم بیا؟ بله. مولایی رو؟ بله. مولایی وایسا همونجا، تو وایسا. مولایی نباشه تو چرا گریه میکنی؟ ماما چی کارت داری؟ دوستتون میخواد؟ بله. خب از اینش که بریم میبینیش دیگه. من یه بار از بچه‌م خواستم عشق رو تعریف کنه، گفتش که چون همیشه تعریف ساده میکنه، گفت عشق یعنی بسیار دوست داشتن و این تعریف ساده خیلی به دل من نشست که ما وقتی کسی رو بسیار دوست می‌داریم تبدیل به عشق میشه. خب این میتونه بین دو تا همجنس هم اتفاق بیفته وقتی خیلی دوستشون داریم میشه. حالا اینکه میگه این شکل بیمارگون داره، به نظر من اون نهایت تجلی یک عشقه. به همین دلیلم یا دوستیه، به همین دلیلم ما بهش میپردازیم. ما از عشقای پیش پا افتاده به عنوان حالا بی‌ممالی سینماگر چیزی برای مطرح کردن نداره. ما به نکاتی یعنی به لحظاتی از مهر اشاره میکنیم که به نهایت میرسه. خیلی خوب، مولایی اومد. خب حالا دیگه نمیترسی؟ آخه دینیمون مونده. سلام. احوال شما؟ چطوری؟ خوبی؟ دندون چی شده؟ زده. چی؟ همین الان دویدی افتاد؟ نه. چرا می‌کنی؟ اصلا تو مدرسه داری امتحان میدی؟ بله. تموم شد؟ بله. ما دوباره داریم فیلم برداری می‌کنیم اصلا. ما حاضریم. نه اشکالی نمی‌کنه الان می‌کنیم. ببین این مربوط به تلویزیون فرانسه است. فیلم کردن دارم می‌کنم. شنیدم. شنیدی؟ خب ببین اونجا خیلی تو رو الان میشناسن. تو الان دارن میگن که بزرگ شد. خیلی حالا تو چی داری براشون بگی؟ آرزوی موفقیت. برای کی؟ برای اونا. برای اونا؟ برای خودت چی آرزو داری؟ موفقیت. چی جور؟ تو چه رشته؟ رشته همون هنر، سینما. دوست داری ها؟ از کی علاقه‌مند شدی؟ از این موقع با شما کار کردم. خب چیکار می‌خوای بشی؟ فعلا تا اون موقع خدا بزرگ. خب ببین فقط دندون نشته باشی نمیتونی بازیگر بشی. نمی‌تونی. ناس نمی‌زنم. احمد کجا میری؟ احمد کجا بودی؟ بهت گفتم کجا بودی، نگفتم کجا میری. پشتا برای چی رفته بودی؟
پسر محمد رضا رو برمش بدم هم کلاسی همه. این دوستان رو میخوام بدونن که شما فکر کنید چرا انتخاب شدین برای این نقشی که بازی کردین؟ چرا انتخاب شدم؟ اون به سلیقه خودای کارگردان بود دیگه، چه شخصی رو انتخاب کنه، چجوری باشه چه نباشه. اونو خود کارگردان بود. تو فکر کنی چرا انتخاب کردی؟ من فکر کنم به خاطر زردودنمون. به خاطر زردودنمون که شبیه یه پسرک روستایی. به اینکه چهره روستایی داشتی. خب چرا فکر کنی شما خوب بازی کردی؟ چون اونا که دیدن خیال میکنن خوب بازی کردن. البته من اینجوری خیال نمیکنم. ولی شما چرا فکر کنید دیگران فکر کنن که خوب بازی کردی؟ من فکر کنم دید دیگران خوبه، ما باید خوب بازی نکردیم. اونا از دید خوب به فیلم نگاه کردن ولی ما خوب بازی نکردیم. واقعا اینجوری فکر می‌کنی؟ آره تو چی فکر می‌کنی؟ من فکر می‌کنم اونا خودشون خوب می‌دونن. خوب نگاه می‌کنن. آره؟ بله. شما بازی خوب نکردین؟ مگه میشه شما خوب بازی نکرده باشین اینقدر ازتون تعریف کنید؟ خب اون به سلیقه خود اوناست که چجوری فیلم رو انتخاب کنن چی نکنن و در ضمن تلاش بیشتر کارگردان هم بوده. یعنی به خاطر کار کارگردان. بله. حالا شما فکر کنید که بازیگرای خوبی میتونین باشین؟ ان شاء الله. شما ببینید نقش خودتون رو بازی کردین یا یه نقشی که کسی از بیرون بهتون توصیه کرده بازی کنید؟ چقدر نزدیک خودتون بودین نقش؟ خیلی نزدیک خودمون بودیم. بابک تو چی میگی؟ مربوط بشه همون کارهای روستایی هم. چه کار روستایی؟ حالا فکر کنید کدومتون هر دوتون بد بازی کردید ولی کدومتون بهتر بود؟ به نظر من که خود من بهتر بازی کردید. خب بهتون دارین راه کدومتون بازی کردید؟ بباشید بابک بغل هم بایستیم ببینم. بابک یه ذره بزرگتره. بابک همون یه ذره بزرگتریش بهتر بازی کرده؟ احترامش رو نگه می‌داری یا واقعا خیال می‌کنی خوب باشه؟ واقعا خیال می‌کنم اون بهتر است. یکم برو عقب‌تر، باز گوشات قرمز شد. چرا؟ واسه اینکه داره امتحانم دیره میشه. امتحان دیره میشه. خیلی خب بچه‌ها برین سر امتحانتون، امیدوارم موفق باشین، امیدوارم که به هر چی دلتون می‌خواد برسید. چطوری با این بازیگرای غیر حرفه‌ای تو ازشون بازی می‌گیری؟ خب کار خیلی ساده‌ایه. وقتی که جای قرار غمگین باشن از شب قبل میباید که طرح غمگینیشون رو تو ذهنشون بریزی و یه قراری جای شاد باشن از قبل شادشون بکنی و بعد اونا در واقع دیالوگشون رو جلوی دوربین میگن به اونطور که تو میخوای ولی حسشون از شب قبل با خودشون میارن. اونا در واقع بعد از اینکه به عنوان بازیگر جلوی دوربین میان فقط بازیگر نیستن. اونا هم بازیگرن، هم نویسنده فیلمنامه‌ن، هم کارگردانن و هم تا دکتر فیلم. برای اینکه اصلا اجازه نمیدن که تنهایی تصمیم بگیری بشه. و اینکه خیلی از مواقع ما لنز رو به خاطر خصوصیت اینا ناچاریم عوض می‌کنیم. هم داستان فیلمو قبلا میدونن یا بیشتر از نه بچه‌ها اصلا نمیدونن، لحظه‌ای بازی می‌کنن. گری نعمت‌زاده رو چوری گرفتی؟ یک عکس پولاروید ازش گرفته بودیم و اون عکس رو خیلی دوست داشت و بعد عکس رو پاره کردیم و اون به خاطر عکس گریه می‌کنه. نه به خاطر مشق. که اصلا نمی‌دونست قضیه مشق. چند دفعه بهت گفتم مشغول دفترتون می‌نویسین؟ چند دفعه نعمت‌زاده؟ انگوش بده من می‌بینم. بلندتر بگو که همه بشنون. 3 بار. بلندتر بگو. 3 بار. 3 دفعه بهتون گفتم بازم مشغول دفتر ننوشتین. من حالا نمیگیرم پارهش میکنم یا آخرین دفعه باشه. خب ببین نعمت‌زاده نگاه خوبم ببینم. نعمت‌زاده سرتو بگیر بالا. چند دفعه بهت گفتم مشق تو دفترت بنویس. نگاه کن ببینم چند دفعه. من شیوه کارم این که با غیر حرفه‌ای‌ها کار میکنم و تو دنیا من تنها نیستم که این کار دارم میکنم. بنابراین مسئولیت کل کار رو که چرا با غیر حرفه‌ای کار میکنم نمیتونم بپذیرم. اما هیچ راه حلی هم واقعا به نظرم نمیرسه جز اینکه من در طول کار به اینا گوشزد بکنم که این فقط یک بار اتفاق میفته و شما شانس دیگه‌ای برای اینکه این کار رو بار دیگه با آدمای دیگه ادامه بدین ندارین و حتی برای خودم همینطوره. معمولا پیش نمیاد که از یک بازیگر 2 بار استفاده کنم. اما کار
ولی این واقعیت نداره. یعنی در دل خودم هم میبینم که بعضی از اینا فوق‌العاده با استعدادن و ای کاش که شرایط مناسبی پیش میومد و اینا میتونستن که کارشون رو ادامه بدن. مثلا همین حسین که ما داریم میریم الان چایی بخوریم خونه‌شون، این در هفته اول کار به من ثابت کرد که تو هیچ لازم نیست که با ترک‌های از من بازی بگیری. چایی برات بفرمایید. مرسی بدش اینجا خوش آمد. پیشم برای می‌ذاری ها. خب ببین اول بگم چرا تو ما دعوتت کردیم نیومدی؟ جان چرا نیومدی برای فیلم دعوتت کردیم؟ والله برای فیلم دعوت کردیم که وقت نشد دیگه. زیاد بسی علاقه نداری به فیلم ها؟ چرا؟ این تا وقتم نشد دیگه، وقت نبود. خانمت چی؟ والله خانم همچنین تو این نزدیک ایام عید بود مازار رنگکاری و مرمر داشتیم. خانمت رنگ میکنه؟ آره. خود چیکار میکنی الان؟ خودم والله فعلا الله فهمید برابر دارم دور میزنم که قبلا بازرگانی بودم و قراردادمون تموم شد ما رو بیرون کرد. الان بیکاری؟ بله. خب بشین چرا ایستادی الان؟ بفهم. بشین. خب چیزه فقط سوالم اینه که خانمت دادم خواست فیلم ببینه داشتم می‌خواست. چرا؟ خیلی اتفاقا علاقه داره که شما ببینید پشت ایشون وایسین ببینیم. ها. من علاقه داره این فیلم ببینم تا. خب. شما چی؟ شما نمی‌خواید فیلم ببینید؟ چرا؟ فیلم قبلیشون دیدی؟ بله. خب چه جوری بود بازی؟ خوب بود. خوب بود؟ بله. داستان این فیلمو میدونی چیه؟ میدونم که اینا خونه ندارن و میخوان برن مادرش میگه نیا. کی خونه نداره؟ حسین آقا. حسین آقا خونه نداره. خب ببینم اگه شما کی ازدواج کردین با هم؟ ما الان 4 سال میشه. خونه داشت؟ نه. خب بچه زنش شدی؟ یه قسمت دیگه. ولی من شنیدم این خونه رو خودت ساختی درسته؟ بله. حسین آقا گفته خود بنایی کردی؟ بله. نقاشی هم خودت کردی؟ بله. خب بچه دارم که شدی؟ آره دیگه. مبارک. مرسی. خب حالا فکر می‌کنی که بعد از اینکه حسین آقا فیلم بازی کرده فکر کنی مشهور میشه؟ چه میدونم؟ نمیدونی مشهور میشه نه؟ فکر کنی چه تأثیری تو زندگیتون میذاره؟ خوبه خیلی خوبه. چیش خوب؟ همین که اسمش فیلم رفته تو روزنامه تو مجله فیلم ها. عکسشو دیدین؟ بله. عکسشو دیدین. این همین کافیه برای زندگی؟ دیگه فکر کنید چه اتفاقی بیفته بهتره؟ دیگه نمیدونم. حسین تو چی؟ جناب فکر میکنی که چه تغییری میکنه زندگی بعضی که فیلم تو نمایش بدن؟ والله برای من تغییری نکرده همون. خب هنوز تغییر نکرده. برای من تغییر نکرده. ولی بعدا فکر میکنی که کسی رو تو دعوت میکنه ازت برای اینکه بیای بازی بکنی توی فیلم؟ ما کاری نیستیم بخوام ما رو دعوت کنن آقای کرسی. نه ببین تو خودتو به عنوان یه بازیگر میشناسی یا نه؟ نه من بازیگرم نیستم اینطوری. بازیگرم نیستم. چرا بازی کردی دیگه؟ فکر نکنم بازیم خوب باشه که منو بخوام دعوت کنن دوباره برای بازی؟ آره. این گچ ما دیگه لازم نداریم. این مال این فلان نیست. بذار کنار. برداریم بذار کنار. آقای کریمی شما بردش سریع اینجا بردش. یه نصف کیسه گچ که ایشان هم را دادن 2 کیسه گچم که خودم خنو آرامیا این خانه چا کنم خیلی خانه قشنگی برین رو. دوباره یه تا پنجره مطرف نو صبح به صبح گاز خواب تو بیداروی اگه بخوای پنجره بخوای باز کنی نگاه بکنی و قله درفه اگه بخوای ببینی کلی تر روحیه بود. فقط من دست به کار بنده‌ای نزنم. اگرم بزنم به خاطر تو. فقط ببینم آیا تو دل بامون داری یا نه. آماده آقا. اگرم که ایشان ترسی میره رو نیای بگویی تا کتاب تا ورق بزنی من تمره جواب بگیدم. آقای جعفری میگیریم آماده صدا بره دوربین 4-1 برداشت 4 حرکت حسین یه تغییر کوچولی میکنه. دفعه پیش که رفت به تهران فیلمو دیدین و عکس العمل مردم چجوری بود فیلم زندگی رو؟ خب عکس العمل مردم که خب بد نبود. خب مردم به حال تشویقشون بد نبود خوب بود. همینجا بشین. خب
تشویقشون برنامه. بله. میگی که مردم تشویق کردن. حالا میدونی که حسین آقا توی این فیلم عاشق دختر بود؟ بله. هیچ حسودی نکردی موقع فیلم برداری؟ نه. اصلا؟ چرا؟ میدونم که فیلمه. مگه فیلمی شبیه زندگی نیست؟ ها؟ دیگه باشه من چیکار کنم؟ یعنی نه بود و تو هیچ کاری نتونستی بکنی یا اصلا هیچ حسی نبود؟ هیچ حسی نمیدونم. هیچ حسی نبود. خب ببینم شما خودتون واقعا اول زلزله ازدواج نکردید؟ نه. کی ازدواج کردید؟ حالا این دفعه دیگه راستشو بگیم. این دیگه فیلم نیست. ببین این تلویزیون مربوط به تلویزیون فرانسه است. بالاخره ما میخوایم بدونیم که کجا این قصه واقعیه و کجاش ساختگیه دیگه. حالا راست حسینی بیان راستشو بگیم. شما هم ازدواج کردید؟ نه. این بچه‌تونه؟ کی ازدواج کردید؟ 3 روز بعد از زلزله. واقعا؟ خیلی خوب. پس حسین همیشه میگفت این جوراب سفیدامو کجا گذاشتی؟ جوراب سفیدامو کجا گذاشتی؟ تو فیلم به دختره گفتش که من خودم سلیقه دارم و من زندگی میکنم میخوام ازدواج کنم برای چیز دیگه، نه برای یه لقمه غذا و نه برای اینکه کسی رخت و لباس هم بپوشه. حالا همین جوریه؟ میاد خونه دعوا نمیکنه اگه چیزیش مرتب نباشه؟ زیاد. آره حسین؟ نمیکنه؟ نه دعوا که حالا دعوامون نشد آقای که چرا دعواتون نشد؟ فیلم بردارنشون که کارم تمام بود دتر نبینم ما ده اگه کار تمام بود امروز به جواب آمدید هرگز دنبال نیا به جواب آمده بگم چه خیلی یا مری دوست داری بگو آها تو دوست دارم دوست نداری جواب اون نگاهی مره بگو که قبرستان مری یه لحظه اگر دستی نگاه بکن یا ما فقط چی به خاطر اون نگاه دنبال که بگم شاید تو بازم مره بخیر تو دوست داری منتها تو ننی ترسی دختر از تو خوشگلترم داره از تو بهترم داره تانمشون ببرم ولی چرا نبرم هم تو یکی پیار مار نداری هم تو آخه تو متوجه تو چه فکر کنی تو نه جواب مال مره بگو نه جواب اگه مر ندی لاغالی گلدان آدم تو رو بگرم من ندانستم گلدان تیشیم بر اگه دانستم گلدان تیشیم بر نگذاشتم آقای محمدی آب بدم خودم مر آب دیم ته دل ما تاجوم ته دل من چی داره سنگ داره سنگه ته دل تو فقط تو فکر چه قدر بالای بکده و فقط به خاطر تو گوتم که تو یه مقدار سر سامان بگیری من حسین زنگت نیه من هر جا باشم مره زنده در شرق اعتبار رو همیشه ارزش رو به معشوق میدن نه به عاشق در واقع به یه شکلی اون دختر این حس رو در پسر به وجود آورده و اون رو منقلبش کرده و بعد در طول راه میاد که بیان بکنه ما بخشایی که غیر قابل بیانه که ندیدیم یعنی عشق میگن شبیه یک گیاهه یک بخش درونی داره که پیدا نیست ولی وقتی که از سطح خاک بیرون میزنه ما تازه میبینیمش پس نمیتونیم بگیم عشق از لحظه‌ای به وجود میاد که ما میبینیمش پس ریشه قضیه کجاست ریشه غیر قابل دیدنه اما غیر قابل انکار هم هست نمیتونیم بگیم که ریشه وجود نداره عشق در لحظاتی توی آدم‌ها اتفاق میفته ولی به یک جایی میرسه که به بیان در میاد و بیان یکی از اشکال بسیار رایج و درست بیان اظهار عشقه ما نمیتونیم فکر کنیم که اگر بیان رو یادمه که یک رمانی خیلی سال پیش از اشتفن سوایگ شنیده بودم که میگفت مردم یک شهری فراموش کرده بودن که جمله دوست دارم رو فراموش کرده بودن و بعد اتفاقی در اون شهر افتاد که چیزی به جهنم تبدیل شد پس ما اگر بگیم خب اینا وسیله‌های بیانی دیگه‌ای هم داشتن ولی فقط نتونستن که این جمله رو به زبون بیارن گاهی ایجاد اشکال میکنه به نظر من همونقدر که اعتبار هست در حس کردن همونقدر اعتبار هست در بیان کردن یک عشق من خیال میکنم من نمیخوام اینجا دستورالعملی صادر بکنم ولی فکر میکنم بیان یکی از جلوه‌های عشقه حسن دارابی بازیگر فیلم مسافر که داریم الان میریم
سراغش. خب این الان باید حدود 34-5 سالش باشه. خب اینو من سالها گمش کرده بودم، به خصوص بعد از جریان جنگ همیشه تصور میکردم که این باید یک اتفاقی براش افتاده باشه که سراغ من نیامده، ولی این 2 ماه قبل بالاخره یه جوری ما هم دیگه رو پیدا کردیم و برخورد خیلی خیلی غریبی داشتیم. بیا برش. راست نه سر جا بر کرد. اچی بریم اونجا عکس نزد. بیا بریم بخن تموش بلد همون تموش کی ببریمش؟ فردا. کجا؟ همه اینجا دیگه در مرسیه دیگه. بازم خواهد کنید چقدر دارید؟ میله برای شو خبر اونجا هم کوشه خبر کنید خدا قطعه بقل تونه حقیقه همه اینو ما یک شدیم بله سرطنه مخواهد شدیم بیا بینه کیفاتونو بگو دستتون کتابشو به دستان زید کردنه ولی که الان بخنی اینو ما یک شدیم بخن تنونات خوشگله اینو ما یک شدیم بخن منو موش موشی بخنی خوده اینو ما یک شدیم باشه میشه پنگل بیا باید گیملی چقدر خوشگلی باشنه چقدر چاقی هواش چلا بخل منو خوده بخل اخواش رخته و همه قد چاقه اینو من اکشه چاقه ماشالله حسابشو مدام کف دستش تا دفعه دقیق غلطانه بازری عادت یاد گرفته 5 تومانی همون تیشه و 8 زیر فرش هیچ کی هم خونه نمیده اینجا برم پسر یه جلو جلوتر ایشو میگن 5 تومن ننت میگن 5 تومن زیر پرش بیا برداشتیش 6 کردی؟ بهجه بایشان دستمانی؟ درست حرف بزن پدرت در میاره من دیجور اتم شام خودم 6 کردی 5 تومن بدون که زیر فرشان سکنن 8 مده درست حرف بزن دست منی؟ کجا بیدی؟ هیچی با کی رفتی؟ هیچی خونه دیگه با کی خوردی 5 تومنه؟ هیچی 5 تومن چی شدن؟ اصلا دست منی 5 تومن خودش میاره دندوناتی یکی مکشم بلیم کف دسته دقیقا دست منی خودش میاره درو میگه آقا حرف بزن 5 تومنی چشم هم قرشه نمیگی؟ قبل دست منی نخوری نمیگی؟ دقیقا دست منی حرف بزنم دست بر بالا بالا قرآن دست منی هیچ کی هم خونه نمیده قرآن دست منی به کی دادی 5 تومن؟ علکی میگه ننت میگه دست منی یا 5 تومن تو بردی قرآن دست منی علکی راستش بگو دهن آخونت در میاره باید راستش بگو یه جلو بازر یاد گرفته آقای علکی حرف بزنم راست بگو این بالا راست بدن قرار داره و شامل با توجه به اینکه این عقیده من نیست، عقیده همه کسایی که فیلم تو دیدن گفتن که تو خیلی خوب بازی کردی و دیگه منم یه جای معرفی کردم گفتم تو توان بازیگری داری. بله. با توجه به این هیچ وقت فکر نکردی که این کار رو ادامه بدی؟ یا چه شرایطی لازم بود برای اینکه تو یه بازیگر خوب باشی؟ با توجه به اینکه حسیات لازم و توانایی لازم رو برای این کار داری. سر کار با کتاب زیاد دارم. جمله خیلی جالبی رو مولوی میگه گنج در خراب هست. استعدادهای زیادی هست، منتها تو متاسفانه استعدادها هرز رفته. در صورتی که من توان خودشون میدید، یعنی این توان رو در خودم میدیدم که یکی از هنرپیشگان مطرح کشور باشد.
شما دیدید در سن 13 سالگی من اصلا فکر نمی کردم که دوربینی وجود داره. یعنی اینو همیشه به خودم تلقین می کردم که باید طبیعی باشه. حتی من اینو اینجا باید عنوان کنم که اگر خاطرتون باشه اون جایی که کتک میخورد توی این به درخواست خود من بود. دیدی که حتی باهاتون صحبت کردم که گفتم بگید منو طبیعی بزنه. تو فیلم داشتی بازی میکردی اون صحنه رو یا داشتی زندگی میکردی؟ من زندگی میکردم. علت موفقیت این فیلم همین بود. شما نگاه کنید نقش تا نزدیک بودن به اون اصل واقعیت خیلی با هم تفاوت داره. این حسنی که الان میشناسی بله. چقدر نزدیک بود با اون بچه‌ای که تو این فیلم بازی میکرد؟ نزدیکیش حالا که در رابطه به که این فیلم شکست داشت و یا سر بچه‌های اون صحنه‌ای که کلک کلک داشت میزد و تا فیلم و عکسو بگیره و راهی تهران بشه، من فکر میکنم اینجا خیلی سبک سنگینش کنه خیلی فرق داشت. ایشون خیلی مهربون و خیلی احساساتی، خیلی با محبت هستن در رابطه با همچین مسائلی. اینجوری نیست که بگیم واقعا همون کاری هست. حالا اگه اجازه میدید که به خاطر اینکه 400 کیلومتر راه شما واقعا اومدید تا اینجا و فکر میکنم الان شما مسافرید، اجازه میدید یه عکس یادگاری با دوربین خودم ازتون بگیرم؟ فیلم که داشت این دفعه. ببخشید این کتابو از کجا خریدین؟ ببخشید آقا این کتابو از کجا خریدین؟ کتاب فروشی هست. کدوم کتاب فروشی؟ میخواستم یکی بخرم. باشه قابل نمیشه. خیلی ممنون. میخوام با پول بگیرم. باشه خواهش. شما برای خودتون نه خودم نوشتم این رو، این میتونم بدم بشه. شما خودتون نوشتین رو؟ شما خودتون نوشتین؟ شما آقای مخمل بافین؟ بله. خیلی خوشبختم. خواهش. خیلی لطف کردین. میشه. حالی امضا میکنم. خیلی ممنون. آقای محمد باف چطور شما با وسیله شخصی این ورم ور نمیدین، با وسیله عمومی میرین؟ چطور میگه؟ چطور؟ معمولا کارگردان‌های موفق با ماشین شخصی جابجا میشن. فامیل بسینا مصاب نمیره این ور من بیشتر به خاطر پیدا کردن سوژه است. من قرار بود که یک فیلم دیگه شروع کنم 2-3 روز بعد راجع به پول تو جیبی، فیلم درباره بچه‌ها. اما با این رپورتاژی که توی روزنامه خوندم یادم هست که شب رو با این فکر خوابیدم و فردا صبح با این فکر بیدار شدم و یه چیزی توی این اتفاق بود که من رو جذب می‌کرد و به خاطر همون من فکر کردم که میل دارم این پسر رو ببینم، همین سبزیان رو. سلام علیکم. آقای سبزیان شمایتان تو شد؟ شروع کلا برداری. شروع به کلا برداری؟ بفرمون ملاقات داریم با آقای سلام. من نمی‌شناسم، ولی من یه مطلبی خوندم توی
برنامه فکر کردم که بیام دیدن. بله. سلام. کدوم روزنامه؟ توی مجله بعد دیدم که علاقمند سینمایی، منم سینماگرم، گفتم که بیام احوال تو بپرسم و با نسبتی با هم داریم. شما؟ کیارستمی. بله. تعجب میکنم. خب من میتونم باید کاری بکنم؟ شما درد ما رو میتونید بیان تصویری بکشید. خب حالا اون رو قول نمیدم، اما گفتم که با خود صحبت کنم میرم که خانم چی نوشته؟ چی نوشته؟ کلاهبردار نوشته؟ که نمیدونم دقیقا اعتراف کرده بودیم چی بود بودیم؟ بله اعتراف کرده بودیم. کلاهبردار اعتراف نیست. اصلا تصور نمیشم این فیلم تموم بشه. از روز اول که قرار گذاشتیم و میدونیم تمام کسایی که توی فیلم بودن کسایی بودن که در این ماجرای واقعی شرکت داشتن. یعنی حتی اون سرباز رو ما دوباره رفتیم از بانه که جبهه خط اول جبهه بود برگردوندیم برای اینکه نقش خودشو بازی بکنه. چیزی که به من کمک کرد به اینکه اینا اینطور که فروید میگه هیچ کس حاضر نیست که شورت سوراخ شده شو کسی ببینه، یعنی هیچ کس حاضر نیست که نقش منفی بازی بکنه. اما چیزی که کمک کرد تو این قضیه من تصور میکنم این بودن تصویر داشتنه. یه چیزی به شوخی الان اون موقع گفته بودم که دکارت میگه من فکر میکنم پس من هستم. حالا به شوخی من میگفتم من تصویر دارم پس من هستم. مثل اینکه مردم وقتی که اولین بار تصویر خودشون رو دیدن واقعیت خودشون پی بردن. من اصلا تصور کردم که چجوری دنیایی که اصلا توش آینه با هیچ چیز شفافی که آدم بشر بتونه خودش رو ببینه نداشته باشه چه تصویر ذهنی از خودش داره. اونچنان مردم شیفتگی دارن نسبت به سینما و تصویر که تحت هر شرایطی میخوان یه جوری عکسشون باشه ولو منفی. اینا اومدن نقشه منفی خودشون یک بار دیگه. این نمونه شاهد از غیب رسید. یعنی اینا دوربین فیلم برداری که میبینن غالبا خودتون دیدین دیگه، تو بازار اینا گشتین جلوی دوربین نمیتونن رد بشن از دوربین، یعنی همیشه کنجکاون و حتی تصاویری که هیچ وقت نمیدونن کجا و کی میبینن ولی جلوی دوربین وای میستن و دستشون اینجوری میکنن و دوربین نگاه میکنن. دادگاه هم واقعی بود؟ دادگاه حقیقی بود. آره نه واقعی. دادگاه رو در واقع ما دوربین وقتی گذاشتیم خب خیلی چیزا تغییر کرد. دادگاه خب این دادگاه به طور معمول دادگاهی نبود که ببخشید ذهن من یه مقدار میگیره. دادگاهی نبود که بگین. نه نداره. دادگاهی بود که شما حرفم گوش نمیدید من چجوری باید صحبت کنم؟ خب ببین به نظر من هر وقت که خیلی خنده داره این وقت بچه بلند کرده ببین واقعا سبزیانوار یعنی همه کسایی که به نظر من آدم ها هستن میان با موتورسیکلت وای میستن بازی میکنن نصف روز وقتشونو میذارن نمیپرسن که این فیلم چیه نه کجاست نه کیه، فقط از اینکه در یک جایی تصویر شدن مثل که احساس هویت میکنن. پسرم هم خیلی خوشحال میشم وقتی ببینن من با شما آشنا شدم. بله میتونم تماس بگیرم با من اگه خواستم. شما آدرستون کجاست که پشت کتاب هست؟ بله. شما تلفن هم دارید؟ بله. این آدرسش شما تلفن. بله. خیلی ممنون. من میگم پسرم شما تلفن داشته باشین میتونم تماس بگیرم از اون طریق اگه مشکلی داشته اگر بفهم. نمیشم خودکار من دارم. باش بفرمایید. خیلی ممنون. چی فامیلیتون چیه؟ فامیلی ننوشته؟ آهن خواه. آقا نگهدارید لطفا این بغل پیاده میشم. خیلی ممنون. سبزیان تا آخرین روز که ما باش کار کردیم و واقعیتش این که نمیفهمیدم که بعضی از ما میپرسیدن که بالاخره فکر کنیم گناهکار هست یا نه، کما اینکه خود خانواده آهنگخواه تا پایان فیلم هم فیلم رو باور نکردن و به عقیده خودشون همچنان راسخ مونده بودن که این آدم خطاکار و بزهکاری بود و نقشه‌هایی برای خونه ما و خانواده ما داشت. اما واقعیت این بود که من یه چیز دیگه‌ای می‌دیدم. من اصلا برام مهم نبود که
قضاوت کنم سبزیان چه نوع آدمیه، چون فکر میکنم اصلا کار هنر این نیست، کار هنر قضاوت کردن نیست، کار هنر به فکر واداشتنه. در واقع ما بیایم احتمالات متعدد یک آدم رو بررسی بکنیم و یک ماجرا رو و ببینیم که چی میتونسته باشه. حالا این فیلم به اعتقاد من یک فیلم متفاوتیه برای خود من، شبیه به هیچ کدوم از فیلم‌های من نیست. یعنی تنها فیلمی است که راستش میتونم تو سالن بشینم و بین بیننده‌ها تماشا کنم بدون که احساس بکنم اینو من ساختم یا نگران باشم کسی از سالن میره بیرون یا کسی خوشش میاد. علتش هم این است که این فیلم قبل از اینکه من فرصت ساختنش رو پیدا بکنم خودش رو ساخت. بنابراین من بیشتر تماشاگر این فیلمم تا سازنده. بر شکل یک واقعیت درونی سبزیان و شباهتی که باز چه شباهتی به خود من داشت، شباهت این بود به نظر میاد شباهت این بود که فکر میکردم من خود سبزیانم یه جایی، نه تنها خود سبزیان، گاهی فکر میکردم که من خود بچهای آهنگخواهم. یک تعدادی آدمای زیادی که هیچ کدومشون میل نداشتن خودشون باشن، خود واقعیشون، از خود واقعیشون فرار میکردن و به طرف یک خود ایدئالی میرفتن. همشون، هم خانواده آهنگخواه هم سبزیان، هیچ کس دلش نمیخواست خودش باشه، هر کس میخواست دیگری باشه و این چیزی است که در خود منم بسیار هست. خیلی از مواقع از شخصیت بیرونی خودم ناراضی‌ام و دلم میخواد که یه جایی کسی دیگه باشم که الان نیست. آقای آهنگخواه یه ضبط صوت مرداد یه ضبط بده آقای فراز بده یه ضبط صوت آقای مرداد یه ضبط صوت نه این نه دستی نده نه ضبط صوت دستی نده. به نظر خودم همین، شاید به همین دلیل میگم من این فیلم رو بیشتر از بقیه فیلم‌ها دوست دارم، برای اینکه خیلی از مواقع احساس میکنم مثلا من خود سبزیانم. من یه موقعی از ترانه‌های بریتیس رو وقتی نمیشم 10 سالم بود یادمه که از روش برداشتم می‌نوشتم و به دختری میدادم، میگفتم اینا رو من برای تو گفتم. یعنی یک جوری نه تنها این مورد، ما بارها و بارها میتونیم مچ خودمون رو بگیریم که چقدر این سبزیان در واقع در وجود همه ما هست و اگر ما سبزیان رو درک میکنیم بیشتر به این دلیل به نظر من سبزیان نهایتاً اسرارآمیز باقی میمونه. من میگم سبزیان همون که اومد همون رفت. در واقع این فیلم اگر هنری داشته باشه در اینکه چیزی رو اونقدر حل نمیکنه برای بیننده، فقط میگم وادار میکنه به فکر کردن. نه زندگی سبزیان دورادور همونی است که بوده، انقدر پارامترهای متعددی برای تغییر نظام فکری یه جامعه و یه آدم دخالت داره که ما اصلا نمیتونیم متوقع باشیم با ساختن یک دونه فیلم میتونیم چیزی رو زیر رو بکنیم، حتی خود سازنده. ولی تنها امتیازی که برای سبزیان داشته شاید براتون جالبه، امسال فستیوال فیلم‌های خارجی سال گذشته شروع بود و بلیط گیر نیامد، من بیرون مونده بودم، سبزیان از تو منو دید، اومد من وساطت کرد، منو برد داخل سالن، برای اینکه سبزیان الان
چهره شناخته شده تری داره مثلا. کلوزآپ یه بار دیگه ثابت میکنه که چقدر سینمای دور از تصنع و سینمایی که آدم‌هاش اونچنان قدرت داشته باشن که در واقع سلطه بر روی کارگردان پیدا کنن، نه کارگردان روی گروهی که داره کار میکنه. ما به نظر من با یک تیمی که کار میکنیم، تیم حرفه‌ای، اتفاقا خیلی خطرناکه هر چقدر این قابلیت رو داشته باشیم که تسلط بیشتری روی اینها داشته باشیم، البته به این میرسیم که یک فیلم خوش تکنیک، خوش ساختی پیدا میکنیم. اما واقعیت اینه که بسیار دشوار به یه حقیقت میتونیم برسیم. نظرم یک خیلی از مواقع لازمه که کارگردان خودش از سر راه فیلم و آدماش برداره و بذاره که اینا خودشون شکل بگیرن. از شما خیلی تشکر کنم برای همکاریتون، برای مشورتتون. موفق باشین و عید نوروز شما مبارک. فقط معذرت میخوام یه آخرین سوال. ببینم آیا شما عباس کیارستمی حقیقی هستین؟ شما چی فکر میکنید؟ منم نمیدونم. آخه عباس کیارستمی اصلا حقیقی نیست. ممکنه یه اسمی حقیقی باشه.